با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مردم ایران. باز هم ظلم دیگه مردم به سوتی آمدن. کسانی که برای خانه های مسکن مرس نوشتن گیر این شرکت هایی که دولت به آنها سپرده که برای مردم خونه بسازن افتادن. هر چند ماه فقط میگن پول پول پول. اگر دادی خونه برای توست، اگر ندادی صاحب هیچی نیستی. من موندم این مسعود پزشکیان و رهبر عزیز ما چجور در این مملکت ایران این شرکت ها رو صاحب قدرت میکنن. مگر تبصره و قانونی نیست؟ من 2-3 ماه پیش گفتم 50 تومن بده دادم، گفتم دوباره 50 تومن بده دادم، بعد 1 ماه باز الان بعد 2-3 ماه باز گفتم 50 تومن بده. آخه مردم مستاجر هستن، پول از کجا بیارن؟ اویم با قلدری تعیین میکنن، اگر دادی دادی، اگر ندادی صاحب خونه نیستی، شامل حال قیمت جدید میشوی. یکی نیست بگه خب شما از سال 98 تا حالا 5 سال گذشته شما پس چی؟ 5 سال فاصله افتاده، اونه رو تحویل ندادین. جوابی برای شما نیست. ولی چون مملکت ایران مملکت قلدربازی و بیقانونی شده است، شرکت ها برای خودشون هر چی که به مردم از دور میگویند. برای مثال من به دفتر دولت زنگ زدم، گفتم آقا 5 سال گذشته، چند سال دیگه، امسال هم گفته تحویلی ندارم، شرکت بوتونساز تربت حیدریه گفته امسال هم تحویل دهی ندارم. خب این که نشد، با گردن کلفتی سریع هم تلفن قطع میکنه منشی. مثل پروژه های پدیده شاندیز، خیلی از پروژه های دیگر که به کلاهبرداری خورد، با کمال پررویی پول مردم نمیدن و دولت مردان در شهرهای دیگه مثل تهران با آقایی زندگی میکنند و فقط وقت میگذرونن. انگار نه انگار اصلا خداوندی هست. حرفای خودشون هم قبول ندارن، انگاری اصلا مسلمون نیستند. بابا مردم گناه دارن، مردم کارگران ندارن، با چه بدبختی پولو در میارن و تحویل این شرکت ها میدن. باید تبصره قانون داشته باشن این شرکت ها که اگر نساختن سر موقع جریمه بشن. هنوز نه جا مکانه که خونه دارن میسازن، اصلا مکانشو به ما نشون ندادن کجا هست. بعد فقط به ما میگن پول بدین پول بدین پول بدین، اگه ندادین قیمت جدید شامل حالتون میشه و جریمه و امسال هم تحویلی نداریم. میبینی در خیلی از جا دارن میسازن. مثال همین شرکت بوتون تربت حیدریه در تربت داره میسازه، در مشهد ساخته، جای دیگه میگه پی ساخته، بعد در کیش داره میسازه، با پول مردم داره این ور اون ور پروژه میسازه و دولت هم انگاری نه انگار فقط دولت به فکر خودشه که جیب خودشون، فقط زندگی خودشون به حساب سپری بشه، واقعی مردم هیچی. بابا من 50 خردی سالمه، بابای 3 تا بچه هستم، 5 سال گذشته، حتما باید نتیجهم نوهم این خونه رو تحویل بگیره. نه قانونی برای اونا گذاشتین که حداقل مهندسی که اون موقع ما دیدیم گفت 1 ساله تحویل میدیم به مبلغ 200 میلیون. الان از مقدار پولی که گفتم بیشتر هم دارن میگیرن. هنوزم بعد 5 سال با گردن کلفتی میگن اصلا ما تحویل دهی نداریم امسال. خب آقای مسعود پزشکیان، رهبر عزیز ما، دیگر مسئولان، مردم مسلمونن، گرفتارن، آدمن.
شما تنها انسان نیستین. در تاریخ نوشته میشه چندین سال دیگه کاری نکنید که بگن دیکتاتورهایی بودن، یزیدانی، معاویه‌هایی بودن که حکومت کردند و مردم را به فلاکت کشیدند. تا کی ظلم؟ فرق من با شما مسعود پزشکیان چیه؟ 4 کلاس درس خوندیم فقط. دیگه چون 4 کلاس درس خوندین که نباید تو سر مردم بزنین. شده پادشاهی، مردم میندازین گیر شرکت هایی که فقط به فکر پول هستن. تا کی دیگه ظلم؟ به خودتون بیاین، بترسین از خدا. گوین ما را هم کشتین، چند صبایی زندگی کردین. تاریخ نشون داده عاقبت ظلم فناییه، بیچارگیه. تا کی میخواین به مردم اعتنا نکنید؟ بخندین در جلوی دوربین ها و بگویید ما به فکر مردم هستین. چه کار کردین تا حالا برای مردم؟ جز فلاکت، جز دربدری. کارگر نوعی میبینی همه چیزشو میفروشه، تا ماشین پراید لپاقی، آردی لپاقیشو میفروشه به امید خانه‌دار شدن میده به این شرکت ها. شما که نمیدونید و بدبخت کارگر از کجا پول جور میکنه، با چه مکافات. کارگری خودتون یادتون رفته، شما هم همه کارگر بودین، آقازاده که نبودین. از بالا دستتون تا پایین دستتون همه بیش مردم شناخته شده این. رهبر عزیز ما جز سادات هستین، جز ائمه هستین. نذارین پیش مردم حقوقتون پایمال بشه، پشت سرتون بد بگوین. ائمه بسیار عزیز هستن، مردم مسلمون هستن، ولی وقتی که میبینن اینطور ظلم میشه کم کم میگن نه اینا فقط به ما دیکته میکنن که چی شده. خودشون قبول ندارن حرفای خودشونو. مردم اینطوری فکر میکنن. بابا مسعود پزشکیان به خودت بیا، 8 سال وقت داری، کاری بکن که در کارنامه در نزد خداوند عزیز یک چیزی ثبت بشه. فردا مردم به خوبی ازت نیک بگن، نه که 1000 فوش و 1000 پشت پدر و مادرت نفرین و ناله باشه. کشورهای غربی برای هر فرد یک وکیل گذاشتن که بتونه طرف در مقابل طرف دیگر وکیلش دفاع کنه، ولی در ایران ما اینطوری نیست. ظلم بالای ظلم. مردم سپردیم به این شرکت‌های که فقط به فکر پول هستن. 1000 جای ایران پروژه ساختن، کیش، تربت، مشهد، اینور اونور دارن میسازن. بعد 5 سال کارگر بدبختو نگه میدارن، هر موقع ادعا میکنن پول میخوان، پول اگه ندادی جریمه. بابا تا کی ظلم؟ ولی اگر اونا لفتش بدن هیچ قانونی نیستش که از کارگر بدبخت دفاع کنه. کارگر چون مجبوره باید 1000 چیز خودشو بفروشه تا قسطشو بده. بابا شما هم کارگر بودین، شما هم ضعیف بودین، یادتون بیاد زمان ضعیفیتون. بترسین از خدا، به فکر مردم باشین، این شرکت ها رو سیخ بزنین، بترسونین که خونه های مردم رو تحویل بدن. امسال 5 سال گذشته دیگه.
2-3 ماه پیش پول گرفته شرکت بوتونساز تربت ایدریه. ماه 11 گفته برج 11 400 همین امسال سال پیش گفته 50 تومن بده. برج 12 گفته 50 تومن بده. الان برج 3 میگه 50 تومن بده. من کارگر از کجا بیارم؟ بترسین از خدا. با قرض قوله جور میکنم، چون اون داره میترسونه. میگه اگه دادی، اگه ندادی قیمت ملک بیشتر میشه. تو نوبتهای بعدی میافتین. خب چرا؟ باید یک بازرسی باشه که حداقل بیاد اینجا بازرسی کنه، ببینی بابا چیکار میکنه. اصلا هنوز مکانی که دارن میسازن به ما نشون ندادن. بعد 5 سال ما هنوز نمیدونیم کجا رو دارن میسازن. بابا تا کی ظلم؟ به خودتون بیاین با امید پیروزی اسلام واقعی، نه این اسلامی که شما در بین مردم راه انداختین. قانون درست میکنین برای خودتون، به نفع خودتون. این که حکومت پادشاهی است. بترسین از خدا. امسال آقای مسعود پزشکیان حتما برس به این قسمت خانه های مسکن و مهر تا مردم به خونه هاشون برسن. همه کارگرن، ندارن. شما دارای حقوق دولتی هستی. او بدبخت کارگری که از صبح میره تا شب بره 300-400 تومن. 300-400 تومن چی میشه الان؟ بترس از خدا. اولی که میان سر کار میگین ما خونه میدیم. شما آقای مسعود پزشکیان فردا در نزد خداوند همه مردم شما رو چیز میگیرن. قسم خوردین گفتین ما به مردم خونه میدیم. خود شخص شما گفتین من به مردم خونه میدم. چی میدم؟ چیکار میکنم؟ حل میکنم. پس چه شد این وعده؟ بچسب، کمک کن به مردم ندارن. اولین چیزی که برای یه مرد واجبه که پیش خانوادهش خونه داشتنه، کار داشتنه که هیچ کدوم نیست. امسال بکوشین به مردم برسین. این شرکت هایی که به عهده گرفتن خونه ها رو بسازن بهشون بسپارین امسال تحویل بدن. نه که هر موقع دوست دارن پول میخوان فقط به خاطر اینه که کارگر بدبخت بترسونن، بعد همون خونه که میخوان بدیم باز ازش بگیرن، سوء استفاده کنن. دیگر عرضی ندارم من. حتما امسال آقای رئیس جمهور مسعود پزشکیان، آقای عزیز، برس به مردم. اولین چیز همین خونه های مسکن و مهر رو دنبالشو بگیر تا بسازن این شرکت ها. تحویل بده به مردم دیگه، تا حداقل مردم پشت سر حرف نزنن. حداقل بگن یک کاری برای مردم ایران انجام داده ای. مردم عزیز ایران همه شما رو به خدای متعال می سپارم. دیگر عرضی ندارم. خدا حافظ.